سلام، حالتون چطوره؟ مختاری هستم و به دخترای گلم و آقا پسرای گل سلام میگم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام این دفعه با همدیگه موضوع تقریب رو پیگیری کنیم. بچه‌های عزیز، ما گاهی توی زندگیمون با موضوع تقریب روبرو هستیم، یعنی بعضی چیزها رو مقدار واقعیشو نمیگیم و برامون هم زیاد اهمیتی نداره و حاضریم از واژه تقریب استفاده کنیم. مثل وقتی که میخوایم بریم میوه فروشی، قرار 3 کیلوگرم پرتقال بخریم و البته با ترازوهای جدید و دیجیتال دقیق به ما نشون میده، اما ما با ترازوهای قدیمی اگر جرم اون پرتقال رو برای ما اندازه بگیرن 2 کیلو و 950 گرم و از ما بخوان که پول 3 کیلوگرم رو بدیم، به راحتی میپذیریم و فروشنده میگه چی به ما؟ میگه تقریبا 3 کیلوگرم شده و اونجا برای ما مهم نیست و ما پول 3 کیلوگرم رو پرداخت میکنیم. اما بعضی جاها مثل طلا فروشی، مثل رکوردهای ورزشی و حتی مثل دمای بدن یک بیمار وقتی که تب میکنه، اینا بچه‌ها دیگه نمیتونیم تقریب بزنیم. مثلا فرض کنید اگر دمای بدن بیمار فرض کنید 38.5 باشه، ما نمیتونیم بگیم خب تقریبا 39، چون مهمه، حتی نیم درجهش هم مهمه. یا برای رکوردهای ورزشی همینطور، برای طلا فروشی هم همینطور. ما نمیتونیم بریم بگیم 2 گرم و نیم طلا میخوام بخرم، دیگه شما حساب کنید 3 گرم. اصلا به هیچ وجه این امکان پذیر نیست. خب پس حالا بریم ببینیم اصلا چند نوع تقریب داریم. بچه‌ها، تقریب به 2 روشه: تقریب زدن، قطع کردن داریم و گرد کردن. حالا ما میخوام یکی یکی بررسیش کنیم. اول بریم سراغ تقریب به روش قطع کردن. توی تقریب به روش قطع کردن بچه‌های عزیز گفته رقم‌هایی که ارزش مکانی کمتر از مقدار تقریب مورد نظر رو دارن حذفشون میکنیم، به جاشون 0 میذاریم. خب بذاریم من اینجا رو نگاه کنم. تقریب نوشتیم، قطع کردن کمتر از 10. بچه‌ها کمتر از 10 یعنی یعنی کدوم قسمت، کدوم ارزش مکانی باید نگاه کنیم؟ بله، دهگان. کمتر از 1 یعنی یکان. کمتر از 1/10 یعنی چی؟ دهم. کمتر از 1/100 یعنی صدم. بچه‌ها حتی اگر نوشته بود کمتر از 1000 یعنی یکان هزار. کمتر از 10,000 یعنی دهگان هزار مد نظر ما هست. خب حالا بیایم ببینیم باید چی کار کنیم. گفته اونایی که ارزش مکانی کمتر، مثلا اینا هستن دیگه، اینا ارزش مکانی کمتر دارن، باید حذفشون کنیم، به جاشون 0 بذاریم. خب توی اینجا میبینیم که ارقامی که ارزش مکانی کمتر از دهگان دارن رو باید 0 بذاریم. پس من 3 رو میذارم، 1 رو خودشو میذارم که مد نظرم هست و بقیه رو چی؟ 0 میذارم. که شما ممکنه اینجا بگید که دیگه این صفرای اینور لازم نیست. منم این صفرها رو پاک میکنم، میشه 310. حالا بچه‌های عزیز یادمون باشه بیایم همیشه مقداری که تقریب میزنیم رو با مقدار واقعی اختلافش رو بسنجیم. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید این مقدار رو از روی این مقدار بردارید. یادتون باشه اون خطای تقریب شماست. حالا خطای تقریب شما آیا اجازه داره بیشتر از 10 باشه؟ خیر، باید از عدد 10 کمتر باشه. حالا همینجوری نگاش کنید، خودتون محاسبه کنید. 318 منهای 300